بابا لیلا چرا ناراحتی؟ از دیشب تا حالا تو ناراحتی؟ تو مهمونی اتفاقی افتاده؟ راستشو به من بگو. میدونی چرا؟ همه فامیلام گوشی آیفون 17 دارن، من ندارم. توشون خجالت کشیدم. یا ابوالفضل، من تو قصام موندم. فردا پس فردا باید اجاره خونه بدم. اجاره خونه هم رفته بالا. 2 روز دیگه منو میندازن تو حبس. تو گوشی آیفون میخوای؟ 300 میلیون پولشه. از کجا بیارم؟ 5 سال باید صبر کنی عزیزم. من نمیدونم، باید برام بگیری. اگه نگیری میام خونه مامانم. او بچه هم ازت میگیرم. نمیخوام که بزرگ شد مثل خودت خسیس گدا بشه. فهمیدی؟ من فردا میرم. لیلا گوش کن، برو 5 سال دیگه بیا، من یه دونه اپل برات جور میکنم. خوبه؟ بیا این بچه هم بگیر ببر، 5 سال دیگه بیا. خوب شد؟ برو هری.